سلام، من نیلوفر هستم. دوستان فردی صدا میکنم. اومدم امروز براتون یک ماجرایی رو تعریف کنم. به قول امیر پارسا نژاد، لطفاً تو موقعیتی که میگم خودتو قرار بده. تو شرایطی قرار گرفتی که مجبوری ایران رو ترک کنی. یعنی جز ترک کردن ایران هیچ چاره دیگه ای نداری. مجبور میشی توی مدت کوتاهی یا حتی مثلا یک شبه تمام وسایل و زار و زندگی و خونه و دوستاتو بذاری و برای همیشه ایران رو ترک کنی. فکر میکنی چه حالی داری؟ حالا فکر کن مجبوری به خاطر این مهاجرت یا تبعید اجباری یه تایم زیادی از عمرتو توی کشوری مثل ترکیه پناهنده بشی. ترکیه که نه اجازه کار داری، نه حق بیمه داری، نه میتونی خونه بگیری، نه جایی ساپورتت میکنه. فقط یک شماره شناسایی بهت میدن که با اون میتونن بگن که تو توی ترکیه داری قانونی زندگی میکنی. الان چه حالی داری؟ بعد فکر کن سالها میگذره، سنت بالا رفته، ذوق و شوقتو زد دست دادی، انقدر توی ترکیه به عنوان پناهنده سختی کشیدی که هیچ انگیزه‌ای واسط نمونده. حالا بعد 7 8 10 یا حتی بیشتر سال بهت کشور سوم تعلق میگیره. کشوری که باید از زیر صفر شروع کنی، با اندوخته ناچیز و یا حتی هیچ چیز. باید از زیر صفر شروع کنی زندگی ساختنی که بعد از 10 سال پناهندگی بهش رسیدی و هیچ انگیزه‌ای در موردش نداری. الان چه حالی داری؟ این حرفایی که قراره من از اینجای قصه به بعد بزنم تجربه خودم، خیلی از دوستامه که مجبور شدن توی مدت کوتاهی خونه و زندگی و دوست و همه چیزشون رو بذارن و تن به این تبعید اجباری بدن. میگم تبعید به خاطر اینکه مجبور شدیم که ایران رو ترک کنیم. حالا فکر کن پر از تروماهایی هستی که از کشوری که توی زندگی میکردی برات مونده. بعد فکر کن پر از تروماهای دوران پناهندگی، مثل کار کردن سیاه، مثل ترسیدن از پلیس، مثل فرار کردن، مثل تحقیر شدن، مثل هموفوبیک و خیلی چیزهای دیگه که خیلی از دوستان من توی ترکیه باهاش درگیر بودیم. و حالا اومدیم توی یک کشور سوم مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل اروپا و جاهای دیگه و قراره با اون همه تروما زندگی رو شروع کنیم از زیر صفر. چون ما نه سرمایه داریم، نه ساپورتی داریم و اگه داشتیم توی ترکیه پناهنده نمی شدیم. زندگی عجیبی خواهد بود. شاید خیلی ها فکر میکنن که از دور نگاه میکنن زندگی پناهنده ها رو، فکر میکنن وقتی به کشور سوم میرسن یا حتی خود پناهنده ها وقتی توی ترکیه پناهنده هستن فکر میکنن وقتی به کشور سوم برسن آزادیه. درسته، آزادی در جریانه، ولی نه اونجوری که تصور میکنید. سختی از بین نمیره، تازه شروع ساختن زندگی جدیده. پیدا کردن کار، خونه، تجربه کسب کردن، جمع کردن مقداری پول، مالیات دادن و خیلی چیزهای دیگه. در کشور سوم یک برتری و بزرگترین برتری که داریم اینه که ما قانونی زندگی میکنیم، اجازه کار داریم و حق بیمه. مجبور نیستیم از کسی در بریم، میتونیم بمونیم، زندگی کنیم، کار کنیم. ولی خب یک سری چیزهایی هست که هر کسی، هر مهاجری، نه صرفا پناهنده، بعد از رسیدن به کشور سوم و یا بعد از مهاجرت باهاش روبرو میشه که اولین چیزی که باهاش روبرو میشه پیدا کردن خونه است. این حرکتی هم که دیدین کار گربمه. دوربین رو درست میکنم برمیگردم. برای ادامه دادن این ماجرا، ادامه دادن قصه، یک سری چیزا نوشتم که از روش براتون میخونم. شاید خیلی ها فکر میکنن رسیدن به کشور سوم یعنی آزادی و رهایی. بعدش تمام دردهای پناهندگی تموم میشه و آغاز زندگی راحت. اما چیزی که خیلی ها ازش حرف نمیزنن اینه که زندگی قراره چطور شروع بشه. چند تا حقیقت در مورد پناهنده هایی که به کشور سوم میرسن. اولیش، اگه کشور انگلیسی زبان باشه که عالی،
حداقل هممون یه چیزای دست و پا شکسته انگلیسی بلدیم. عالیه، میشه با سریعتر یاد گرفت. اما اگه کشور غیر انگلیسی زبان باشه، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل سوئیس، اولین کاری که باید بکنیم همیشه اینه که زبان اون کشور رو یاد بگیریم. دومین چیز پیدا کردن خونه است. پیدا کردن یه جای امن، جایی که مال خودت باشه، جایی که توش احساس آرامش بکنی. اما اینجا باید یه چیزی رو بهت گوشزد کنم. از لرزش‌های دوربین ازتون معذرت میخوام، کرکی اینجا داره شیطونی میکنه. یادت باشه که تو چیزی از قانون کشوری که توش هستی الان، کشور سوم، نمیدونی. سعی کن از کسی راهنمایی بخوای، سعی کن در موردش تجربه کسب کنی، سعی کن چیزهایی از کسایی بپرسی و بعد خونه رو بگیری. سعی کن کسی رو پیدا کنی که اطلاعات کافی در مورد این کار داشته باشه، دوستی، آشنایی، یا توی گروه های تلگرامی از افرادی سوال کن، سوال بپرس، نخواه که برات کاری انجام بدن. سومین چیزی که باهاش درگیر خواهی شد پیدا کردن کار توی کشور سوم یا تجربه خودم توی کشور کانادا این شکلیه که تو وقتی که استخدام میشی با مینیمم ریج استخدام میشی و کارهای بعدی خیلی بستگی به تجربه کار کانادایی داره. اگه زبان بلد باشی مثل هر جای دیگه‌ای، خب پیشرفت سریعتری توی کار خواهی کرد. اما اگه زبان بلد نباشی، به پیشنهاد میدم وقتی که کشور سوم رو بهت میدن از همون موقع شروع کنید دست و پا شکسته چیزهای از زبون اون کشوری که قراره بری یاد بگیری. ولی یه چیزی رو یادت باشه، توی کشور مقصد غیر قانونی نیستی. توی که پناهنده ترکیه بودی و توی ترکیه خیلی غیر قانونی کار میکردی، کار سیاه میکردی، اینو یادت باشه که تو از تمام حقوق یک شهروند در مقابل قانون کار بهره میبری. باید همون چیزی رو که به یک کارگر دیگه میدن به تو هم بدن و دیگه ترس از دست دادن کارتون شکلی نیست. ولی یه جایی مثل کانادا یه قانونی که دارن اینه که توی 3 ماهی رو باید بگذرونی تا اونجایی که هستی ثابت بشی. یعنی بعد از 3 ماه میرسی به نقطه سیفت که از کار نمیتونن اخراجت کنن، مگه این که یه کار غیر قانونی کرده باشی، دزدی کرده باشی یا یه کاری کرده باشی که به اون بیزینس آسیب زده باشه. مثل کشور خودمون، بقیه کشورها هم موقع استخدام نیاز به اینترویو دارن. سعی کن چیزهایی رو یاد بگیری، حتی دست و پا شکسته، یا کاری رو یاد بگیری که تخصصی تر باشه و چیزی که ارائه میدی بتونه کارتو گارانتی بکنه. اینجا مدرک و اینا براشون زیاد مهم نیست، مهم اینه که کارتو چیه. مثلا خود من وقتی رسیدم اینجا انقدر ترکی حرف زده بودم که حتی فارسیم هم خراب شده بود. روزی که رفتم برای اینترویو یکی از ترس‌های بزرگ اون روزای من بود که انگلیسی حرف بزنم. اولین اینترویویی که واقعا جدی رفتم که کار پیدا کنم، خب من باریستام و دارم باریستایی میکنم، فکر کنم همه بدونن اینجا. وقتی صاحب رستوران، صاحب کافی شاپ نشست جلو، اولین چیزی که بهش گفتم ازت معذرت میخوام که من انگلیسیم خوب نیست، ولی من میتونم توی کارم جبران کنم. و جوری باهاش حرف زدم که بدونه که کاری که داره به هم واگذار میکنه یا به هم میده رو چقدر خوب بلدم و اینکه از لحاظ کاری هیچ شکی نداشته باشه و بهش قول دادم که زبانم پیشرفت میکنه، چون من واقعا همه چی یادم رفته بود. و خب کارم تونست اون کسری که از زبان داشتم و اون چیزهایی که قاطی میکردم رو جبران کنم. و یکی از چیزهایی که باید برای پیدا کردن کار بلد باشیم توی کشور سوم اینه که بتونیم رزومه کاری بنویسیم یا بدیم به جاهایی که میخوایم کار کنیم یا
سند کنیم از طریق ایمیل یا یه چیزی داشته باشیم به اسم لینکدین و اون پیج لینکدینمون رو برای ارائه کارمون داشته باشیم که خب معمولا اونایی که زبان بیشتر بلدن با این مقوله لینکدین بیشتر آشنا و خب با اون بیشتر کار میکنه. ولی رزومه نوشتن یه چیزیه که حتی توی یوتیوب هم بگردین خیلی راحت میتونه بهتون کمک کنه. پس سعی کنید رزومه نوشتن رو یاد بگیرید که توی کشور سوم خیلی به دردتون میخوره. واقعا همین چیزایی که دارم میگم تجربه است، نه اینکه بگم که من بیشتر بلدم. من فقط دارم تجربه هامو شیر میکنم باهاتون، شریک میشم باهاتون. و یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که پیدا کردن دوست، روابط اجتماعی که میتونه اول همه چیزها قرار بگیره. پیدا کردن دوست و روابط اجتماعی توی کشوری که میریم به خاطر مهاجرت هایی که داشتیم یا مهاجرتی که داشتیم میتونه یه ذره سخت باشه، ولی یه ذره اعتماد کنیم به آدما، یواش یواش به آدما اعتماد کنیم، نچسبیم به یه گروه خاصی مثل ایرانی ها یا نمیدونم ترک ها یا چیزهایی که خودمون بلدیم به خاطر سادگی زبان و ساده ارتباط برقرار کردنمون. سعی کنیم ریسیست نباشیم، سعی کنیم نژاد پرست نباشیم و از هر جایی که میتونیم با هر کسی که میتونیم و بهمون خوش میاد ارتباط دوستی برقرار کنیم، مخصوصا به زبان اون کشور که توش قرار زندگی بکنیم و این شکلی هم زبانمون بهتر میشه، هم روزایی که قرار تعطیل باشیم و تو خونه بشینیم هومسیک نشیم ببخشید باز کرکیه، هومسیک نشیم و خیلی به روحیه خودمون کمک میکنه. ایشون پیشی بلای شیطون من هستن که این روزا خیلی شیطنت میکنه و کنارمه و کلی از دردامو دوا میکنه. اینا عشقشه، عشقای قلمبشه. بقیه چیزا رو توی ویدیو بعدی سعی میکنم بیشتر بگم، ولی همیشه یادتون باشه هر حرفی میزنم فقط تجربه است، نه چیزی که بخوام بهتون توصیه بکنم که شما اجراش کنید. من عالم نیستم، من فقط تجربه هامو در اختیارتون میذارم که اگه به درد کسی خورد بتونه ازش استفاده کنه. اگه این ویدیو رو تا آخر دیدین خوشحال میشم که لایک کنید، به دوستاتون معرفی کنیم، شاید به درد کسی بخوره. برام کامنت بذارین و اگه چیزی ازم خواستین، تجربه‌ای خواستین، چیزی رو خواستین که براتون تحقیق کنم و بهتون بگم، حتما برام بنویسین. منو کرکی تا ویدیو بعدی از شما خداحافظی میکنیم. ایشون همچنان درگیر دست منه. تا بعد.